سنا حضبابی عزیز، خیلی خوش اومدی به پادکست پل. مرسی عزیزی. من قبل از اینکه سلامت باشی ممنون. قبل از اینکه شروع کنم به سوال دارم. جان، چجوری بزرگترین سالن آرایشی اهواز رو با این همه سمینار آموزشی و دوره آموزشی و آرن 4 ساله رو با یک همسر بیزینسمن و مادری برای پسرعمه‌ها و خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها اینا رو همه رو یه جا جمع می‌کنی؟ واسه من بزرگترین سوال اولش راجع به این مقدار با هم صحبت بکنیم. میتونم بگم این سوال خیلی هست که چجوری این همه مسئله رو با هم دیگه هندل می‌کنی. واقعیت رو بخوام بگم، شما یه ذره کار کردنتون توی حداقل جامعه ما مرد بودن و زن بودنش یه ذره متفاوته. یعنی یه مرد راحت تر میتونه یه بیزینسمن باشه تا یه خانم بخواد بیزینس وومن باشه. چجوری هندل میکنم؟ از چیزایی که باید، از وقتایی که باید برای خودم بذارم میزنم. آها، یعنی سنا حضبابی از خودش میزنه که بقیه وقتی که باید برای خودم بذارم رو هی کوتاه‌تر میکنم. یعنی پس این واقعیتی که هیچ وقت دیده نمیشه اینه که خانوم ها اگر میخوان بیزینس کنن باید نقش مادریشون و نقش همسریشون و نقش عمه بودنشون رو، نقش دختر بودنشون رو، مدیر بودنشون داشته باشن و مدیر هم باشن. درسته. یعنی اون چیزی که دیده نمیشه اینه. درسته؟ خیلی بستگی به این داره که شما نسبت به دیگران چقدر احساس مسئولیت داشته باشی. آدم‌ها یه مسئولیتی رو میپذیرن ولی اونجوری که باید نقش ایفا کنن نمی‌کنن. در نهایت خودشون رو انتخاب میکنن که وقت بیشتری شاید برای خودشون بذارن. ولی من از نقش‌هایی که توی زندگیم گرفتم بیشتر از اون چیزی که باید میگذاشتم گذاشتم. چون خیلی به این اعتقاد دارم هر کاری که میخوای انجامش بدی با تمامیت انجامش بده. توی هر کاری که انجام میدم جای این که ای کاش فلان کارو میکردم، ای کاش یه ذره بیشتر وقت میذاشتم، ای کاش یه ذره بیشتر نگاش میکردم، حالا این برای روابطه، جای هیچ ای کاشی توی هیچ کدوم از کارام نمیذارم. یعنی با یه نگاه دیگه بخوام بهش نگاه کنم، سنا حضبابی کیفیت رو جایگزین کمیت کرده. کیفیت رو جایگزین کمیت. درسته؟ درسته. خب این خیلی بلوغ بالایی میخواد. واقعا شاید هر کسی نداشته باشدش. مثلا خیلی از بیزینسمن و بیزینس وومن ها که تو بود لایفشون چالش دارن اینه که اینو نمیتونن داشته باشن. واقعا اگر این بلوغ به این سطح توی تو وجود داره، من بابتش به تبریک میگم. خیلی جذابه. یعنی همینقدر که تو بک استیجش هم بچه‌ها گفتم که من خب با سنا خیلی وقت آشنام. از 2-3 روزه که با اطرافیانت دارم تماس میگیرم که راجع به یه ذره اطلاعات بیشتری داشته باشم. مثلا جایگاه سنا تو ذهن من چند برابر شد. چرا؟ چون اونا همش هی از بود لایف تو برای من تعریف میکردن و اینکه چقدر نقش‌های مختلف رو درست اجرا کردی و درست ایفا کردی. این واسه من اولین سوالی بود که گفتم اول پادکست ازت بپرسم که این چالش که خود من دارم سنا، الان تعارف من خودم تو زندگی شخصیم این چالش رو دارم که نقش‌های پسر بودنم، پدر بودنم، همسر بودنم کم رنگه. میدونین به نظر من از همسر من پرسیدین؟ نه، از همسر من باید میپرسیدین، چون اون نقش رو به هر حال نمیتونی بگی تمامیتم رو گذاشتم، تلاشمو کردم ولی اینکه اون راضی باشه اینو نمیدونم. شاید بعضی وقتا فکر میکنم شاید قطعا دوست داشت یه خانمی داشته باشه که بیا توی خونه بوی قرمه سبزی بده، غذای تازه. داریم اینو ولی نه توسط من. ولی بقیه چیزا رو مطمئنم ازش. حالا خوب بود با تو هم یه صحبتی میکردی. نشد، وقت نشد. یعنی کارماینا حتما این کار انجام دادم. خیلی جالب بود. داشتم با پسرها و دخترای خواهرها و برادرات صحبت میکردم. خیلی خیلی شبیه وقتی داشتن صحبت میکردن قشنگ سنا براشون مادر بود.
وقتی امین به من گفتش که من انگشتم قطع شد، سنا فقط سنا میدونه، هیچ کسی نمیدونه برای برد پیوند زد، من برام خیلی بالا آمد که گفتم که چقدر جذاب که یک نفر با این همه مشغله است. چون تعارف نداریم ما هم دیگه، ما خیلی وقتا اولویت یکمون کارمونه. درست. ولی این نقطه قوتی بود که من تو دیدن و شنیدن زندگی شما از اطرافیانت واسم خیلی بالا آمد که آقا سنا چقدر قشنگ بقیه نقششو بازی میکنه، بهش بابتش تبریک میگم. ممنون. اما شما دیگه بهتر از هر کسی میدونید هر چیزی، هر نقشی از یه دیدگاهی میاد توی زندگی. من زمانی که بچه بودم تجربه اینو نداشتم که یه عموی ساپورتیو داشته باشم، یه دایی حمایتگر داشته باشم، یه عمه حمایتگر داشته باشم. برای این مسئله بود که روی این نقش خودم خیلی بیشتر تمرکز کردم. دوست دارم اینو که وقتی دختر برادرم، دختر خواهرم بزرگ میشه بگه خب این بخش زندگی من بود. این یه چیز عادی بود برای من، چون یه موضوع خیلی عجیب بود برام که میدیدم مثلا یه عمویی زنگ میزنه به یه بچه‌ای، چقدر با عشق حرف میزنه، چقدر دوستانه حرف میزنه، چقدر هواش رو داره. سر این موضوع، سر این خلأ توی زندگی خودم بود که این رو خیلی پررنگ اجراش کردم. خیلی جذاب بود این قسمت، برای تبریک میگم بابتش. یه ذره از آرن بگو برامون. خیلی شیطون. دیگه چی؟ آرن به نظرم آرن یکی از امتحانات الهی، شدت و شیطون بودنش یکی از امتحانات الهی که آیا من به این مسیر ادامه میدم یا نمیدم. بچه‌های سالن میگفتن خیلی وقتا آرن پیش سناه و این واسه من خیلی جالب بود. سالن به اون بزرگی و اون همه مشغله، اون تایمایی که پیش خودته خیلی جذاب باید باشه، صحنه‌هایی که تو سالن اتفاق میفته. جدیدن که انقدر شیطون شده که تو سالن نمیشه نگهش داشت. ولی خب تایم کاری من که تموم میشه دیگه برای خانواده است. یعنی از رأس 6 من در خدمت خانواده‌ام تا زمانی که دیگه خاموشی میدیم و همه میخوابن، غیر از اون تایمایی که مأموریت دارم. من یه بحثی رو میدونی خب خیلی یاد دارن این بحث رو همیشه، این که این لایف بالانسه، خب این که آقا من بتونم بین لایف و بیزینسم یه حد مساواتی رو رعایت بکنم و قسمت‌های مختلفا داشته باشم، همیشه چالش همه است. و خیلی آمونم خودمون رو توجیه میکنیم به این که خب الان من چون دارم کار میکنم، چون بیزینس قوی دارم، چون کسب و کار بزرگی دارم، میتونم از بقیه نقش هام بزنم و این حقه به ما اجازه میده که اطرافیانمون رو نادیده بگیریم، اطرافیانمون رو کمرنگ ببینیم. ولی اینجوری که تو داری صحبت میکنی راجبش، میگی که نه، من اومدم تایم بیزینس و لایفم رو قشنگ تفکیک کردم. من از 8 صبح سنا از چند شروع میشه؟ 8:30. از 8:30 صبح که از خونه میام بیرون تا 6 نان استاپ کاره، ولی 6 که میرم خونه ما بقیه نقشام تازه شروع میشه. نگفتم بهش فکر نمی کنم، حضور دارم ولی به کارم فکر میکنم، جواب تماسام رو میدم. یه وقتایی پیش اومده دیدین که جلسه دارم، اما کاری برای اون تایم معمولا نمیذارم، ولی بهش فکر میکنم، جواب تماس پرسنلمو میدم. یه وقتی کاری پیش بیاد تماسی هماهنگ بکنم، ولی حضور فیزیکی رو بله تمام تلاشم رو میکنم که داشته باشم، به جز مأموریتام که اینا کم هم نیست. امسال خیلی کم بود، از شروع امسال تا به الان خیلی کمترش کردم. میخواستم بشمرم توی 12 ماه گذشته، یعنی از 6 ماه دوم پارسال تا 6 ماه اول امسال چند بار این اتفاق ها افتاده. خیلی تعداد زیاد بود، فکر کنم از 30 رد شد. چجوری این همه مسافرت کاری رو هندل میکنی؟ همسرم واقعا کمک میکنه. شاید به دل رضا نباشه، اما این حق رو از من نمیگیره که من دنبال آرزوهای خودم نباشم. به صرف مادر بودن من فقط نمیخوام مادر باشم. یعنی همیشه راجع به این مسئله که صحبت میشه، خب قبل از شما هم خیلی بهم گفتن، من انتخابم یک مادر خوشحال بودنه، یک همسر خوشحال بودنه. واقعا اگر من جنبه‌های اختصاصی زندگیم رو نداشته باشم، تبدیل به یه آدم افسرده میشم. نمیتونم به صرف اینکه یک همسرم
یک مادرم همه چیزم رو کنار بذارم و فقط این نقش رو بخوام اجرا کنم. دوباره برمیگردیم به این که ثنا حضبابی کیفیت رو انتخاب کرده و اگر من مادر خوشحالی نباشم به بچه‌م هم نمیتونم آموزش‌های خوبی بدم. خیلی خیلی عالی بود. خیلی باز خودم خیلی آگاهی داشت، چون میگم چالشیه که تقریبا همه بیزینسمن‌ها و بیزینس‌وومن‌ها دارن، چون نمیتونی لایفت رو نادیده بگیری و این لایف هست و واقعیت اصلی زندگی. یعنی ما هممون کار میکنیم که دستاورد این کار کردن و این بیزینس کردن رو کجا ببریم با خودمون جشن بگیریم. باید ببریمش توی خانواده‌ای که اونها آدم‌های سالمی هستن. درست. به نظر من الگو بودن خیلی مهمه و هر کسی نمیتونه این کار انجام بده. هر کسی نمیتونه نقش یک الگو رو داشته باشه. الگو بودن واسه آدم‌های اطرافت، واسه در آینده فرزندت، گاهی الگو بودن برای همسر. و اگر که یک روزی احساس کردی خدا این نقش رو بهت داده، باید سفت و سخت دنبالش کنی. خیلی یه ذره بریم سراغ این که برام بگو چجوری این مسیری که اومدی چه شکلیه و چه احوالاتی رو تجربه کردی. قطعاً یه سری ترس‌ها رو باش دست و پنجه نرم کردی، از خیلی از چالش‌ها و بحران‌ها عبور کردی. یه ذره برام بگو که ثنا حضبابی چجوری با 30,000 تومان ناخن‌کار شد و الان بزرگترین سالن جنوب غربی ایران رو داره. راجع به این 30,000 تومانی که صحبت میشه من اشک تو چشام میاد. اون موقع این 30,000 تومان رو خواهرم بهم داد و الان که بهش فکر میکنم خیلی آموزش ناقصی بود، ولی منو ناخن‌کار کرد. اینی که میگن نمیشه، میشه، اما اون تلاشه پشتش به نظرم خیلی مهمه. و اون جایی که همیشه من اینو میگم به آدمایی که احساس میکنن به این توصیه نیاز دارن، اون جایی که احساس میکنی زیر چرخدنده های این روزگار داری له میشی، اونجاست که قراره اتفاقای خوبی واسه بیفته، اونجاست که قراره بدرخشی. اگه نه در حالت عادی که بخوای تفریحی این کارو بکنی، تفریحی یه کار دیگر رو انجام بدی، یا شغلت و بیزینست رو بخوای تفریحی دنبال کنی، که نه، قطعا اون اتفاقی که هممون دنبالش هستیم نمیفته. اما آره، آموزش من با یه 30,000 تومان شروع شد. چه سالی؟ 20 سالم بود. الان که خدمتتون هستم 40 سالمه. یعنی تقریبا یه سال 85 86 درسته؟ ریاضیم خوب نیست. از سال ثنا حضبابی 85 86. خب خیلی اون موقع که شما شروع کردید فکر کنم اولین نفرایی بودید که تو دقیقاً توی شهر خودم دومین نفر بودم. کجا آموزش رو دیدید؟ همون تو شهر خودتون؟ یه آکادمی فنی حرفه‌ای خیلی معمولی، بلد هم نبود خودش. یعنی الان که من دارم به اون موقع فکر میکنم، اون بنده خدا خودش هم چیزی بلد نبود. آرایشگرای قدیم که همه کارو با هم دیگه میکردن. خب راجع به ناخنم یه چیزی شنیده بود، احتمالاً یه کاتالوگی خونده بود، حالا دقیقاً من نمیدونم. یه خانمی بود که برای ناخن خیلی خانم سمبالایی بود همون موقع هم، و چیزی که به من یاد داد، حالا شاید شما ندونین، قلمو کرد، یه قلم پلاستیکی رو کرد توی لیکوید، کرد توی پود، یه گوله مواد گذاشت روی ناخن با سرسوهانای توپی که ما الان باش مانیکور میکنیم، شروع کرد سوهان کشیدن. من همون موقع رفتم خونه تا ساعت 4 صبح، از ساعت 12 شروع کردم، از ساعت 11 شروع کردم تا ساعت 4 صبح ناخنای خواهرم رو درست کردم. از شهودم خیلی استفاده کردم. یعنی طبق اون آموزشه به میانه راه که میرسیدم میگفتم اوکیه، ولی شهودم میگفت نه، این ناخنی نیست که باید خروجی داشته باشه. دوباره ادامه میدادم تا بشه اون چیزی که خودم دلم میخواد. شاید باورتون نشه، ولی من با همون آموزش رفتم توی یه سالن خیلی خوب توی شهر خودم کار کردم و ناخن‌کار شدم. از یه آموزش 30,000 تومانی. از یه آموزش 30,000 تومانی که هیچ شباهتی هم به آموزش‌های الان نداره. یادم میاد روز دوم سومی که داشتم کار میکردم اونجا،
اون موقع اینجوری نبود که روزمزد با همون حساب میکردن، اینجوری هم نبود که تو وسایلتو بری بذاری جای خاصی داشته باشی. مشتری که بود میفرستادن دنبالمون. خیلی سال پیش اون موقع ناخنی نبود. شاید اون موقع آره بالا کار میکردیم و خانوما هنوز خیلی با کاشت ناخن و اینا آشنا نشده بودن. روز دوم سوم بود که کار میکردم، مدیرم گفت من تهران ناخن کاشتم، میخوام این شستم کنده، میخوام تو برام درستش کنی. تو درستش کنی، فرنچ هم درستش کنی، فرنچ زیر کار، یه کاش گیریم درستش کنی. وقتی بهش فکر میکنم هنوزم همون استرس رو میگیرم، ولی کار در آوردم. چی شد اصلا با این آشنا شد؟ یعنی اصلا رفتی تو اون آموزشگاه، چرا رفتی سراغ ناخن؟ یعنی اون موقع چی برات بالا اومد؟ این گفتگو درونیه رو یه ذره با من به اشتراک بذار. چون ببین الان لاین ناخن یکی از لاین هاییه که خب ترنده. یعنی هر کی میخواد بره تو حوزه بیوتی کار کنه، یکی از ستای اول که میتونه انتخاب بکنه این حوزه است. اون موقع این گفتگو درونیه که تو رو برد سمت این که این رو یاد بگیری چی بود؟ با اینکه حالا میخوام بگم مثلا تو اون تایم شاید مثلا میکاپ کردن یا شینیون کردن اینا فکر کنم ترندتر از ناخن بود، درسته؟ یا مثلا رنگ کردن. آره خیلی آپدیت تر شده بود، همه باهاش آشنا بودن، مشتریشو داشت. آره. دلیل انتخاب من برای ناخن، من ناخن از بچگیم خیلی دوست داشتم. از اون بچه‌ها بودم که همیشه دنبال ناخن مصنوعی چسبوندن بودم. با اینکه من همه زمینه‌های زیبایی رو بلد بودم که انجام بدم. مثلا از قدیم اگه دوستم می‌خواست ازدواج کنه من میکاپش می‌کردم برای روز عروسیشم. ولی رشته‌ای که بخوام دنبالش بکنم ناخن رو انتخاب کردم. خودم خیلی عشق ناخن داشتم. بچه که بودم با چوب کبریت توت فرنگی می‌کشیدم ناخن. وای، پس سنا عزوی داره فیوریت دورای بچگیشو زندگی میکنه. عشق لاک داشتم. وقتی با مامانم میرفتم بازارای قدیم، خانمایی که حوله میفروختن، یه لاکایی هم میفروختن، نوکشون خیلی تیز بود. همیشه من با اونا برمیگشتم خونه، یه ملافه پهن میکردم توی تراس خونمون، ساعت ناخنامو نقاشی میکردم. یا با ناخن دنیای ناخن مصنوعی که آشنا شدم. ببین من بدون ناخن مصنوعی دیگه نمیدیدی. مثلا یه بچه 8-9 ساله عشق ناخن رو واقعا داشتم. یعنی دلیل انتخاب ناخنم این بود بیشتر. و قدم بعدی چی بود؟ آموزش دیدی؟ آموزش خیلی کمک نکرد، یه زمینه بود برات؟ بازم آموزش دیدم. و دوباره آموزش دیدی؟ من هنوزم آموزش میگیرم. بعد از اون چی کار کردم؟ بعد از اون یه چیزی که بخوام بگم که به درد بقیه آدما بخوره، این که واقعا بخواد به دردشون بخوره. الان من بگم خب بعد از اون من ادامه دادم، نه، این به نظر من درست نیست. بعد از اون چی کار کردم؟ بعد از اون هر تارگتی که برای خودم گذاشتم، هر هدفی که برای خودم گذاشتم، دنبال میانبر نبودم که بهش برسم. طمع هیچ وقت نکردم. چقدر قائل به اینی؟ برای رسیدن به تارگت ها میانبری هست؟ هیچ وقت نیست. من 10 سال پرسنل بودم. 10 سال صادقانه و خالصانه پرسنل بودم. نه مثل پرسنل های الان که میبینی. حالا همه رو نمیگم، هنوزم خیلی آدمای خوبی هست. میتونم بگم که مدیرم رو با عشق دوست داشتم و کوچکترین چیزی که میدیدم توی مجموعه ممکنه به ضررش باشه، حتی اگر نزدیکترین فرد بهش نمیرفت اینو بگه، ولی من میگفتم. هر اتفاقی که میخواست بیفته. مصلحت مدیرم رو مصلحت خودم میدونستم، چون واقعا فکر نمیکردم دارم برای کسی کار میکنم. توی حوزه بیوتی عملا کسی برای کسی کار نمیکنه. همه پرسنل‌ها درصدی هستند. هر کی برای خودش یه کارفرماه. اما اینی که ما به صلاح هم بریم و صادقانه کنار هم دیگه باشیم توی رشد آدم‌ها فکر میکنم خیلی تاثیر داره. شاید شما با این چالش‌های حوزه بیوتی خیلی آشنا نباشین، ولی میتونستم خیلی زودتر از اون برم سالن بزنم، ولی نکردم این کارو. روزی هم که جدا شدم از مجموعه‌ای که برای 10 سال توش کار میکردم، 9 سال و اندی، من 7 تا دستیار داشتم، 5 تاشو گذاشتم همونجا بمونه کار کنه.
یعنی من پا شدم دستیارامو گذاشتم که مشتریایی که میان همونجا کارشون رو انجام بدن. خب یعنی خیلی موضوع مهمیه. خب ببین من میخوام بگم ثنا حضباوی قطع به یقین یکی از بزرگترین الگوهاییه که تو صنعت بیوتی الان تو حوزه آموزش برای خیلی از آماتورها وجود داره. و حتی میخوام کاملترش کنم بگم ثنا حضباوی الگوییه که برای خیلی از حرفه‌ای‌ها هنوز دست نیافتنیه. ولی ثنا حضباوی از زمانی که آموزش میگیره 10 سال در یک سالن دیگه فقط تجربه کسب میکنه. چی شد توی اون 10 سال که ثنا هی نیاز این رو میدید که اونجا بمونه؟ چون تعارف نداریم، حالا میدونی من دورادور با صنعت بیوتی آشنام. خب یکی از بزرگترین چالش‌ها اینه که ما نیرو آموزش که میبینه وارد سالن که میشه سومین نفری که اسمشو صدا میکنه هوا برش میداره. درسته. خب و الان هم سالن زدن اصلا کار سختی نیست. خب یه دونه واحد کوچیک یه اتاق رو اجاره میکنه و میره و تازه چالشاش از اونجا شروع میشه. دقیقاً چالشاش از همون خب من اگر میخواستم زودتر این کار انجام بدم دقیقاً منم جزو آدمایی بودم که چالش داشتم. چی شد که من 10 سال اونجا موندم؟ یاد گرفتم ازش. خیلی یاد گرفتم ازش و میتونم بگم که جزو اولین پله های زندگی من بود. به من کمک کرد رشد کنم. منم باید مجموعه رو تا یه جای همراهی میکردم که احساس کنم دیگه نیازی به من نداره. توی هر ارتباطی نمیتونی یهو ول کنی. دیگه الان اینجا به صلاح من نیست، منفعت من از این لحظه به بعد نیست. یهو ول کنی بری، این کاری نیست که در آینده بتونه جواب خوبی به تو بده. و من اعتقاد دارم که هر کاری که من میکنم دیگرانم با من میکنم. آره اصلا من خودم اعتقاد 100 به کار دارم. خب یعنی تو هر جوری که با هر کسی تعامل میکنی دقیقاً مثل زدن یه توپ به دیواره. هر طوری که توپو میزنی به دیوار همونطوری برمیگرده. دقیقاً همونطوری بهت برمیگرده. یعنی قطع به یقین وقتی من از ثنا میشنوم که من حتی بعد از 10 سال که تصمیم گرفتم از اونجا بیام بیرون 7 تا دستیار داشتم. بچه‌ای که آشنان تو این حوزه وقتی شما 7 تا دستیار داری یعنی رسما خودت 2 تا سالن داری اونجا، نه یه سالن، 2 تا سالن معمولی داری و دستیارا رو میذارم اونجا و میام بیرون و میرم خودم دوباره از صفر همه چی رو میسازم. یعنی حتی به دستیارهایی که اونجا شاید بعضا خودتون رو آموزش داده بودی. خودم آموزش داده بودم. دقیقاً. هیچ چشم داشتی نداشتم و اومدم دوباره از صفر همه چی برای خودم ساختم. این بزرگترین درسیه که ما داریم الان میگیریم. فقط الان میخوام بگم که تو این نقطه 2 تا چیزو شفاف بکن. اولین چیزی که شفاف بکن اینه که تو اون 10 ساله این نیازه از کجا میومد و تو چه چیزهایی رو اونجا باید یاد میگرفتی که الان بچه‌های جوانتر نمیبیننش. برای هر مرحله باید به یه بلوغی برسی. اینی که الان تا یه نفر 100 تا مشتری جمع میکنه میره سالن میزنه رو من واقعا نمیفهمم. نه من علم بیزینس رو داشتم اون موقع، نه علم حساب کتاب رو داشتم اون موقع، نه علم پرسنل داری رو داشتم به اون حدی که باید یک مجموعه رو بنا میکردم و برای هر کدوم از اونها باید زمان میذاشتم. و به نظر من هر چیزی به موقع درستش اتفاق میفته. عجله‌ای نیست. درآمد کمی هم نداشتم. توی اون نقطه که بعد از 10 سال تصمیم گرفتی جدا بشی، توی خودت چه ویژگی هایی رو دیدی یا چه چیزهایی رو تجربه کردی که گفتی دیگه الان به صلاح هم نیست اون مسیر قبل رو ادامه بدم؟ هر تایمی خب وقتی یه پوست اندازیاییه و اینی که فکر کنین من به چیزی فکر کنم که قرار باشه برم جلو انجامش بدم منو از پا در بیاره، هیچ چیزی منو از پا در نمیاره. ولی خب وقتش بود. 1 دهه رو گذرونده بودم، باید رشد میکردم. همیشه به این فکر میکردم که آینده کارم چی میشه. و یکی از استعدادهایی که خدا به من داده اینه که خیلی پرسنلا دارن تو این شهر کار میکنن که از صفر اومدن پیش من و الان بالاترین درآمدا رو دارن. ما بالای
4 تا سالن معروف داریم که یه روزی دستیار من بوده یا پرسنل من بوده و این هم جز رسالت‌های من هست که انجامش میدم. خیلی ها میان از دیدگاهشون اینه که میگن وای فلانی هم برد خورد رفت. نه، این محبتیه که خدا به من کرده. هر کسی توان این کار رو نداره و خدا رو واقعا براش شاکرم. هر روز میگم خدایا شکرت که منو واسط رزق آدما کردی. این لیاقت رو به من دادی. بعد رفتی سراغ سالن خودت. یه ذره از اونجا بگو. کار کردن با منابع انسانی و درگیری‌های اداری. خیلی بهش فکر میکنم اگه برگردم عقب سالن میزنم یا نمیزنم. اصلا الان اینو بهم بگو، فکر می‌کردی اینقدر سخت باشه؟ چون من میدونی یه جمله دارم همیشه اینو به بچه‌هام میگم راحت ترین کار دنیا مدیریت کردنه، سخت ترین کار دنیا مدیریت کردنه. خب چرا میگین راحت ترین کار دنیا مدیریت؟ چرا میگم اگر از ساید پرسنل نگاه کنی ما کاری نمی‌کنیم که خیلی کار ساده ایه. یه جایی گرفتیم، چند نفر رو آوردیم، یه محصول یا یه خدماتی هم گذاشتیم، یه مارکتینگی هم داریم می‌کنیم. اینقدر ساده می‌بینن قضیه رو. چرا؟ چون دارن از پایین به بالا نگاه می‌کنن. وقتی میای وای میسی این بالا می‌بینی که خیلی از موضوعاتو من نمی‌دیدم. خیلی از چالش ها رو نمیدیدم، باهاش اصلا درگیر نبودم. یعنی الان بچهای تو هم قطعا همین شکلی هستن. وقتی الان تو سالونتن خودشه و صندلیش و مشتریاش، اما واقعا یه بیزینس فقط محدود شده به این نیست. این بالا خیلی کار سخت‌تره. کار سخت‌تره و من فکر میکنم برای افرادی که از من جدا میشن هم سخت‌تره. چرا؟ چون که آدم‌هایی که توی مجموعه ما کار میکنن، آدم‌هایی که اطراف من هستن، خیلی وقتا زحمت خیلی چیزا رو نمیکشن. بعد فکر میکنن خب آره دیگه در باز میشه روزی، تو میری سالن میزنی در باز میشه روزی این تا مشتری میاد حساب کتاب میکنه، درصد این انقدر میشه، درصد اون انقدر میشه، در صورتی که نمیدونن خب چی پشت این بوده که این در باز میشه و مشتری میاد. و تو آمادش بودی؟ برای وقت اون 10 سال تموم شد رفتی سالن خودتو زدی، اول بهم بگو که فکرشو میکردی یهو انقدر چالش بر بخوری؟ اصلا یکی از دلایلی که من سالن زدم این بود که کمتر کار کنم. ولی بیشتر کار میکنم. یعنی سالن زدی که کمتر کار کنی؟ سالن زدم الان بیشتر کار میکنم. بیشتر کاری. همون که گفتم ساده ترین کار دنیا مدیریت، سخت ترین کار دنیا مدیریته. یه ذره از اونجا به بعد بهمون بگو. زمانی که من سالن زدم سال اولو خیلی خوب کار کردیم، خیلی خوب، بازخوردش برای من عالی بود و خیلی سختی ها هم داشت، ولی به هر حال بعد از این همه وقتی که من گذاشته بودم انگاری که نتیجهش رو داشتم میگرفتم اینجوری بود. ولی زد و کرونا شد و بیشترین شهری که بیشترین میزان تعطیلی رو داشت شهر ما بود. ما اجازه کار کردن نداشتیم. اجازه نداشتیم حتی در سالن رو باز کنیم بریم گلای باغچه رو آب بدیم. و من 1 سال و نیم گذشته بود که سالن زده بودم، کلی وقت گذاشته بودم، کلی پرسنل آموزش داده بودم، کلی پرسنل رو مشتری دار کرده بودم و کرونا شد. ماه اول گذشت، ماه دوم در نهایت فکر کنید چه اتفاقی افتاد؟ تمام اون پرسنل ها رفتن تو خونه کار کردن و تمام مشتری ها رو با خودشون بردن تو خونه. ما فیکس 1 سال و 8 ماه تعطیل بودیم. فیکس 1 سال و 8 ماه. 20 ماه تعطیل. باید کرایه میدادی، پرسنل میدادی، بیمه میدادی، اداری که نمیگه من میام سر کار، نمیام سر کار. تو باید حق و زحمت پرسنلت رو در اتفاقا سخت در این شرایط پرداخت بکنی. و روزی که کرونا تموم شد و من در باز کردم رفتم داخل، میتونم بگم دوباره از صفر شروع کردم. کرونا تموم شد، به چه سختیایی گذشت. من جز افرادی بودم که موندم، میزان تاب‌آوریم بالا بود و زمانی که کرونا تموم شد و ما در سالن و کلید انداختیم باز کردیم، من بودم و دوباره همه چی از اول شروع شد. و در و دیوار و صحنه دوباره از اول همه چیز شروع شد. سارا چی رو تجربه می‌کردیم اون موقع که 20 ماه نگرش داشتیم؟ اتفاقا یه چیزی بگم، من اون موقع توی تایم بارداریم بود. انقدر سخت بهم میگذشت که
یه میز کار گذاشته بودم توی خونه، از صبح تا شب کار میکردم. یعنی من پالت هایی زدم توی خونه که فکر میکنم تو اون 10 سالی که پرسنل اگه میخواستم روزی یه دونه بزنم انقدر نمیشه. از شدت فکر و از شدت این فکر که من باید یه کاری بکنم، من نمیتونم بشینم بیکار توی خونه، باید یه کاری انجام بدم که برای آیندم حداقل مفید باشه. دوباره از اول شروع کردم. میگن تجربه شکستت رو نمیدونم میشه اسمش رو گذاشت شکست یا نه، ولی این به تو بستگی داره. تو شکست میبینیش اصلا؟ تجربه بود، نه شکست نبود، تجربه بود. یعنی الان من یه موضوعی دارم، این که برگردیم به همون سالها، میشه در مورد 98 99 اینا دیگه، ریاضیات برگردیم به اون سالها و با علم این که تو میدونی این اتفاق میفته، بازم این مسیره رو میری نگهش میداری. 100 برگردم به قبل، 100 هر کاری که کردم رو دوباره تکرار میکنم، هر کاری که انجام دادم رو دوباره از اول تکرار میکنم. اصلا اونا بودن که الان منو ساختن دیگه. مثلا چی میشه سقف آرزوها رو و یا تارگت های یک دختر انقدر بلند میشه؟ تا حالا میریم جلوتر دیگه، ما سنا حضوابی رو روی سکوهای اول قهرمانی میبینیم، تو مسند داوری میبینیم، تو مسند مربیگری میبینیم، تو سمینارهای چند صد نفره میبینیم. چی میشه سنا حضوابی سقف آرزوهاش انقدر بلند میشه؟ از بچگی این یه خصلت بود که من خیلی رویا پرداز بودم و به هیچ چیزی قانع نیستم. به هیچ چیزی من قانع نیستم و این خیلی سخته. یه وقتایی خسته کننده شاید بشه برای خودت یا اطرافیانت که تو اصلا به چی راضی میشی. برای پرسنل هم این سخته، شاید برای پارتنرم هم این سخت بشه، شاید برای خانواده‌ام هم این سخت بشه. من به هیچ چیزی راضی نیستم. نمیگم ناشکرم، خدا رو شاکرم برای داشته ها و نداشته ها، ولی اینکه فکر کنی الان من قهرمانی جهان رو دارم، اونقدری که شاید یه نفر از داشتن این منصب خوشحال باشه من خوشحالم، نه، من همون لحظه‌ای که داشتم از روی سن می اومدم پایین میگفتم خب حالا بعدش چی؟ پروژه بعدی چی باشه؟ قدم بعدی چی باید باشه؟ یه چیزی که من بگیرمش و حداقل 6 ماه باهاش خوشحال باشم و ادامه بدم، نه، برام اتفاق نیفتاده. ببینید چی جذابش میکنه تو زندگی آدمای موفق؟ اینکه هر تارگتی که تاچ میشه یک قدم دیده میشه از مسیر موفقیت. خب و با توجه به اینکه ما این ته و انتهای این مسیر موفقیت رو برای خودمون هم شفاف نیست. یعنی من میخوام بگم که سنا حضوابی که 20 سال پیش شروع کرد، الان سوالم ازت اینه که 20 سال پیش این روزها رو میدید با این ابعاد کاری و با این گستردگی موفقیت ها؟ آره، شاید هم بیشتر. اگر شرایط به این گونه پیش نمی رفت، شرایط اجتماعی رو دارم میگم، من جایزه های خودم رو خیلی بزرگتر میدیدم و سنا حضوابی که اینجا نشسته بدون هیچ حمایت اینجا نشسته. من برای هیچ کدوم از قدمایی که برداشتم حمایت مالی نداشتم، برای هیچ پروژه‌ای که انجام دادم حمایت مالی نداشتم، برای هر کاری که میخواستم انجام بدم کوچیک کوچیک گذاشتم تا خب اوکی الان با این دیگه میتونم این کار انجام بدم و رفتم و انجامش دادم. هیچ وقتی دستم جلوی کسی دراز نبوده، چه زمانی که دختر خانواده بودم، چه زمانی که الان همسر یک فرد هستم. یعنی الان من اینو تو سنا میبینم که سنا قاعده بها رو خیلی خوب یاد گرفته. قانون بها در مقابل بها. من اگر قراره به یک موفقیتی برسم قطع به یقین باید هزینه‌ای بکنم بابتش. این چیزی که خیلی گمه ها سنا، یعنی آدم ها از دور نمیبیننش، خیلی پاش که میرسه میگیم خب تو هم میخوای بشی، خب هزینهش اینه، باید آموزش ببینی، باید تلاش بکنی. یه چیز جالب بگم، خیلی از آدمای نزدیک به خودم هم میگن خب تو فرق داری. خب چرا؟ توی صحبت که پیش اومده چرا من فرق دارم؟
نه، تو نهایتش اینه که حمایت داری. خب من شاید ذهنی داشته باشم اون حمایت رو، نمیگم همسرم اگه ازش بخوام نمیکنه، من نخواستم، ولی من اصلا به اون کفایت نمیکنم برای انجام دادن کاری. همسر من خودش بیزنسمنه و کارهای خودشو داره، پروژه‌های خودشو داره، دردسرای خودشو داره. میتونم بگم ما توی زندگی هم با هم دیگه رقابت داریم. من برای یه کاری انجام دادن دست به کسی دراز نمی‌کنم. من به اندازه خودم تلاش میکنم و کاری که باید رو انجام میدم. مثلا حمایت هم یه بکی داره ها. اینو توضیح بدم. تو معمولا از آدمایی حمایت میکنی که اون استعداد و توانمندی و اعتماد به خود رو توش میبینی و من خب حالا میگم چیکار میکنم، از این آدم حمایت میکنم. این آدم شاید تا رسیدن بهش 1% فاصله داره، 99 تاشو من دارم توش میبینم و اون یکه میشه اون حمایته. تا اینجا که میگم این حمایته از یه با پشتوانه میاد، اینجوری نیستش که چیزی نباشه و آدم ها حمایت بکنن. خود شما معمولا از دانش پذیر میگید، کارآموزهایی حمایت میکنید که اون استعداد، اون توانمندی رو داخلش میبینی، توجه به کار رو، دقت و توجه رو داخلش میبینی، میل به رشد رو، میل به رشد رو میبینی و ازش حمایت میکنی. درسته. میخوام بگم که اگر ما از طرف اطرافیانمون این رو دریافت میکنیم، به خاطر اینکه اونا درون ما هم اینو میبینن خب و ناخودآگاه دارن اجراش میکنن. حالا ما بنابر کاری که داریم خودآگاه انجامش میدیم، اونا این کار رو ناخودآگاه انجام میدن. اون حمایت از این میاد، یعنی این بخش رو تو سنا پررنگ دیدن که این حمایت رو ازش کردن. دوباره بریم اون سمت. من خیلی دوست دارم اونور تجربهاتو بشنوم راجع به این که خب منی که رسیدم به اینجا چه بهایی رو پرداخت کردم، چه هزینه هایی رو پرداخت کردم و آیا بچه هایی که میخوان به این جایگاه برسن آیا اولا مسیر براشون باز هست یا نه، و دوم این که آیا حاضرن الان میبینی تو نسل جدید پرداخت این هزینه ها رو برای رسیدن به این تارگت ها یا نه. یه ذره راجع به این موضوع با هم صحبت بکن. نسل جدید چیزی که من در وجودش دیدم، اکثریت خب پرسنل‌های در 80 زیاد دارن، اونقدر دوست ندارن سختی تو زندگیشون بکشن. یعنی شاید فکر کنن که اصلا چرا داری تو این کار، تو چرا داری خودت رو اذیت میکنی، تو چرا اصلا باید درس بخونی، تو چرا اینقدر سفت و سخت زبان بخونی. ولی خب اونهایی میدونی 0-100 دارن، 0-100 دارن، یا در این حالتن یا نه خیلی دارن تلاش و ما دور اطرافمون دیدیم آدمایی که خیلی تلاش میکنن. در 80 نگاش میکنی که خیلی بچه است ولی به نسبت ما خیلی سنش کمتره، ولی واقعا داره تلاش میکنه، واقعا داره آموزش میگیره و برای آیندهش برنامه ریزی میکنه. نمیدونم حالا این جوابی بود که من درست دادم جواب رو؟ یعنی میخوای بگی که این نسل دو رو دارن، یه روشون فهمیدن که باید بهاش رو پرداخت بکنن، هزینه هاش رو پرداخت بکنن و متمرکز شدن روی این که خودشون رو رشد بدن. این یه روی سکه است، یه روی سکه دیگه نه، دنبال مسیرهای میون برن. درسته. چیا رو تو خودت تغییر دادی تو به این ورژنی که الان هستی رسید؟ اولین چیزی که در وجود خودم تغییر دادم توقع بود. یه ذره بیشتر بگو برامون. هر کاری که آدمای اطرافم میکنن شاید ناراحتم نکنه یا بکنه چند ثانیه میکنه، چون لحظه‌ای که تصمیم گرفتم از کسی توقعی نداشته باشم جز اون چیزاییه که اگه راجبش حرف بزنم یه ذره واقعی تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم، به حرف تصمیم نگرفتم. خیلی اتفاق افتاد که نمیگم از اولش اینجوری بود، شکستم، خیلی شکستم. یه جا گفتم بس دیگه شکستم. خب تو این که یه آدمه که تکراریه که هر پارت داره یه چیزی رو بهت میگه، حالا به واسطه نسبتی که داریم یا اصلا تو بگو آدم جدید، به واسطه یه کاری که دوباره داره تکرار میکنه تو هر پارتی بخوای بشکنی که واقعا نمیشه اینجوری. تو باید در
وجود خودت یه چیزی رو تغییر بدی. من از هیچ آدمی هیچ توقعی ندارم. اضافه میکنم از همه آدم‌های دنیا هر نسبتی که میخوام با من داشته باشن یا نداشته باشن همه چیز توقع داره. اینجوری آدم با این رویکرد آماده روبرو شدن با هر چیزی هست. درسته؟ آره. شاید اتفاقی که مثلا برای آدما میفته 1 سال نگهش میداره. اون اتفاق شاید 1 ثانیه من نگه داره. 1 دقیقه منو نگه داره. فکر کنم بهش، یه ذره برم توی خودم، دوباره شروع کنم. چجوری به دست آوردین؟ چون خیلی مهمه ها. از شکستن‌های مکرر. از شاید بالای هزاران بار شکستن. و میدونی لحظه‌ای که به این مرحله میرسی، لحظه‌ایه که انگاری که تبدیل میشه به یه آدمی 5 برابر خودت. یه آدم تصور کن توی ذهن خودت 5 برابر بزرگتر میشه. سخته ولی شدنی. اون انگیزه‌ای که باعث شد این تغییر رو تو خودت ایجاد بدی چی بود؟ خودم رو لایق خیلی چیزای خوبی میدونم و سنا باید برسه. یه بچه داشته باشه، شاید بچه دیگه بخوام داشته باشم، همسر باشم، سالن داشته باشم، آموزشگاه داشته باشم. من باید به چیزی که میخوام برسم. و میتونم بگم واقعیتش افتخار من سالن زدن نبود. یعنی من سالن زدن جز افتخارات خودم نمیدونم. سالن یه سفره‌ایه که همه داریم سرش نشستیم. هر کسی داره سهم خودش رو برمی‌داره. قدیما بود مدیر سالن‌ها سهمشون خیلی بزرگتر از بقیه بود. الان دیگه همچین چیزی نیست. افتخارات من چیزای دیگه‌ای بودن، دستاوردهای دیگه‌ای بودن که تو از یک جامعه‌ای که ناخن هنوز به رسمیت شناخته نشده تبدیل بشی به یک قهرمان جهانی، تبدیل بشی به اولین داوری که اگر بخوان از این کشور انتخاب بکنن تویی. از هر کشوری که بخوان هر مراسمی رو برگزار کنن اولین تیمی که میخوان ببندن تویی. این برای من افتخارش خیلی بیشتر بود. و یه دلیل دیگه ای هم که من ادامه دادم قانع کردن و مجاب کردن دیگران نبود، ولی اگر توی همچین مراسمایی میام، توی همچین رویدادایی میام شرکت میکنم، میخوام بگم که سخت نیست. یه ذره باید از خودت تفریحت، عشق و حالت بزنی. یعنی اون چیزی که الان جلوته بهش فکر کنی که این قراره چه نتیجه‌ای برای من داشته باشه. شما الان توی تایم کار من بیای با من حرف بزنی، اولین چیزی که ازت میپرسم خب این حرف به چه نتیجه‌ای میخوای برسی؟ دستاوردت از این مکالمه میخوای چی باشه؟ اگر حرف ساده هم نتیجه‌ای نداشته باشه من دنبالش نمیکنم. اما میخوام بگم از دل اهواز هم میتونی توی دنیا قد علم کنی و تهش این نیست. قطعا تهش این نیست. یه ذره از مسابقات بگو، چجوری تو این فضا وارد شدی؟ چجوری؟ مسابقه میتونم بگم تنها چیزیه که تو میتونی اونقدر هنرت رو نشون بدی یا به هر حال یه استیجیه که بهت داده شده، یا به بهانه مسابقه یا بدون بهانه مسابقه. ما استیج مسابقه‌ای داریم، استیج غیر مسابقه‌ای داریم که تو انتخاب میکنی کدومش رو بری. من رقابت رو دوست دارم، آدم رقابتیم. چجوری آشنا شدی با این فضا؟ چجوری اولین بار وارد شدی؟ اصلا اولین مسابقه رفتی کجا بود؟ اولین مسابقه که رفتم مسابقه داخلی بود و تو هر مسابقه‌ای که وارد شدم برنده اومدم. یه ذره راجع به این بگو که چجوریه فضای بیوتی همه مجوز دارن جز ناخن، این درسته؟ ناخن توی کشور به رسمیت شناخته نشده. چرا؟ مذهب. آها،
بقیه لاین های بیوتی نیستن، فقط بله ناخن. رسمی. آره چون همه دارن رسمی کار توی میکنن. یه سری از شهرها که اصلا شما نمیتونی ناخن کار کنی، حالا شاید غیر مجاز باشه ولی ارگانهای دولتی مثلا رو برگردونن ازش، به رو خودشون نیارن، ولی به رسمیت شناخته نشده و غیر مجازه مثل اصفهان، مثل مشهد. جزء هنرهای زیرزمینی به حساب میاد. بعد چجوری حالا تو این فضای مسابقه رو چرا انتخاب کردی؟ من چرا مسابقه رو انتخاب کردم؟ من تنها با مسابقه میتونستم خودمو به دنیا معرفی کنم. اگه من مسابقه هایی که شرکت کردم و نمیرفتم شاید میتونم بگم الان 5 تا پرش داشتم، ولی انتخابم بود. برگردم من بازم دوباره انتخابم بوده. یه بار دیگه جملت رو تکرار بکنیم. من اگر مسابقه ها رو نمیرفتم الان 5 تا پرش داشتم. دقیقاً. ولی انتخابت این بود که شنیده بشی، دیده بشی. انتخابم این بود که دیده بشم. انتخابت این بود که دیده بشی. و اگر تو معرض اون مقایسه که تو مسابقه قرار نمی گرفتی، این جایگاهه بهت داده نمیشد. به جایگاه سازیم خیلی کمک کرد. خیلی کمک کرد. گفتم افتخارم سالانه نبود. افتخارم بیشتر چیزیه که آدمای معدودی بتونن انجامش بدن. همین الان ما خیلی مدرسای خفن داریم. وقتی راجع به مسابقه باش حرف میزنی میگه بابا مگه من دیوونم، اینقدر زحمت بکشم، اینقدر پول خرج کنم. یه نفر از ایران بخواد یه ویزا بگیره که میدونی که ما یه ذره شرایطمون با بقیه متفاوته، کلی پول اضافه باید بده. چرا باید این کارو بکنم؟ بعد صندوق روزانه‌مو بذارم کنار، چون یه آرایشگر اول به صندوق روزانه‌اش فکر میکنه. اصلا من روزی اینقدر درآمد دارم، برای چی وقتی میرم اون پوله رو باید خرج کنم؟ اینجا هم که صفر میشه. نمیکنم این کارو. شما حوصله دارید. این چیزی نیست که هر کسی انتخابش بکنه یا بابتش بخواد انرژی، زمان خرج کنه. آینده صنعت ناخن رو تو کشور چه شکلی می‌بینی؟ 5 سال آیندهشو چه شکلی می‌بینی؟ الان به نسبت 5 سال قبل خیلی تغییر کرده و ما میتونم بگم تاپ 5 دنیا هستیم. نمیخوام بگم اولیم یا دومیم، دوست ندارم اینو بگم، ولی جزو تاپ 5 دنیا هستیم. و زمانی که لاین مسابقات به ایران اومد و ما مسابقات رو شرکت کردیم و رفتیم این صنعت رو یاد گرفتیم، اومدیم اینجا به بچه‌ها آموزش دادیم، سطح ناخن ایران خیلی لول اپ کرد و به نظر من 5 سال آینده ناخن خیلی بستگی به بزرگاش داره که چه تصمیمی میگیرن یا چقدر میخوان که آدما رو رشد بدن. ولی ما همین الان هم از 5 سال گذشته خیلی تغییر کردیم. اصلا کسی ناخن ایران رو نمیشناخت. به واسطه مسابقه هایی که شرکت کردیم گفتن نه ناخنکارای ایرانی هم خفنن. توی مسابقاتی که توی دنیا برگزار میشه 2 تا تیمن که بقیه کشورها رو میترسونن، یکی روسیه است یکی ایرانه. وگرنه هند شرکت کرده خوش اومده، مثلا بقیه جا شرکت کردن خب خوش اومدن. کسی رقیب نیست، فقط ایران و روسیه است که رقیبه توی هنر. یه بار دیگه شفاف بپرسم 5 سال دیگه صنعت ناخن رو کجا می‌بینی؟ میخوام از زبون سنا حضایی عنوان یکی از بزرگای این صنعت بشنوم 5 سال آینده، چون خودش گفت خیلی ربط به مستقیم بزرگاش داره که اونها چه جهت‌دهی میدن به این علم و به این هنر. دقیقا نمیدونم که منتظرش جوابی هستین. 5 سال دیگر رو چجوری میبینم؟ در چه زمینه ایش رو میخوای بگی؟ میخواید اول خودتون پاسخ بدید. 5 سال دیگه یه ناخن رو نمیدونم دقیقا، در یه ذره سواله برام مبهمه. فکر میکنید هنوزم باید مثل الان باید با جامعه حکومتی در چالش باشید که ثابت بکنید این یک هنره؟ ما خب الان هم نیستیم، الان هم کار خودمون رو داریم انجام میدیم، توجهی به این مسئله نمی کنیم و با توجه به شرایطی که توی جامعهمون داریم ناخن ایران ترکونده.
با توجه به همه محدودیت‌ها و ما واقعاً مدرس‌ها و ناخنکارای سطح بالایی داریم. اما خیلی بازار به نظر من داره هوشمند میشه. به صرف اینکه یک ناخن رو یاد بگیری نمیتونی توی بازار بمونی و رشد کنی. 5 سال دیگه خیلی به این بستگی داره و هوش مصنوعی، علم بیزینس، همه اینا همه چیز رو داره تغییر میده. سنو برگردی عقب چه کاری رو انجام نمیدی تو زمینه حرفه‌ایت؟ گفتم همه کارهایی که کردم رو میکردم دوباره. هیچ کاری نیستش که تکرارش نکنی؟ برگردم عقب، هیچ جای ناراحت کننده‌ای در گذشته یادم نمونده. قطعاً اونقدر تو ذهنم پررنگ نبوده. برگردم عقب همه اون کارا رو تکرار میکنم، به همه آدمایی که اعتماد کردم دوباره اعتماد میکنم و همین. یه سوال دارم به عنوان آخرین سوال تو حوزه بیزینسی. توصیه‌ات به نسل جوان چیه؟ کاری که خودم انجام دادم و واقعی میگم، همه تخم مرغاتون رو توی یه سبد نذارین. من زمانی که مدرس قوی شدم خدماتم رو رها نکردم، یا زمانی که خدمات خودم قوی شد بقیه سالن رو کنسل نکردم. راه‌های درآمدیم رو تعدادش رو بیشتر کردم با توجه به شرایطی که ما داریم. خب یه روز اعتراض مردم حوصله خدمات گرفتن رو ندارن، یه روز جنگ میشه کسی پول آموزش نمیده یا نگه میداره میگه خب بذار ببینم چه اتفاقی میفته. یکی از دلایلی که هیچ چیزی مانع من نشد برای انجام دادن کارهام این مورد بود، چون داشتیم دوستی که فقط خدمات میداد، میگفت خب الان که کار تعطیل من نمیتونم این کار رو انجام بدم. یعنی این که ما یاد بگیریم تو بیزینسمون مدل‌های درآمدی متفاوتی داشته باشیم، توصیه سنا حزباوی به نسل جوانه. مدل‌های درآمدی زیاد داشته باشیم. بزرگترین ترس تو بیزینس چیه؟ نمیگمش. چرا؟ چون ممکنه اتفاق بیفته. بزرگترین ترسم نه، ترسی وجود نداره. هر اتفاقی بیفته من دوباره از اول شروع میکنم، همون فردا استاپ نمیدم. همون فردا. اون جمله معروف هست میگه مسابقه اونجایی تموم نمیشه که تو افتادی، مسابقه اونجایی تموم میشه که تو دیگه بلند نمیشی. خیلیا وقتی اولین بار میخورن زمین دیگه بلند نمیشن. شاید هم مستعد باشن، شاید خیلی توانمندتر از اون کسایی باشن که به خط پایان میرسن، ولی توانایی بلند شدن رو مجدد رو تو خودشون نمینه و این بزرگترین نقطه قوتیه که آدم‌های موفق قطعاً دارن تو درون خودشون. چون سنا حزباوی همونجوری که الان شنیدیم توی این چند دقیقه بارها و بارها توی این مسیر 20 ساله از صفر شروع کرده. از صفر شروع کردم و اتفاقی که افتاد برای من و فکر میکنم متفاوت بود با آدمای اطرافم، اگر یه اتفاق ناراحت کننده برای من بیفته، مثال میزنم، من زمانی که پدرم فوت کرد بیشتر کار کردم. زمانی که دوستم فوت کرد بیشتر کار کردم. زمانی که جنگ شد بیشتر کار کردم. دلار گرون میشد بیشتر کار میکردم و انگاری که تمام زورم رو تو کار خالی میکردم. نمیدونم هستن آدمای اینجوری یا نه، ولی من هر حسی رو که گرفتم از اطرافم انرژیشو تو کار خالی کردم. تا شب قبل از اینکه بچت به دنیا بیاد سر کار بودی؟ تا همون روز سر کار بودم. چجوری؟ این اصلا توجیه داره؟ من 7 ماهم بود دعوت شده بودم. میدونی که فوبیای پرواز دارم. اما پرواز میکنم. چجوری فوبیای پرواز داری؟ اینقدر پرواز میکنی؟ این خیلی جالبه. شاید بترسی از خیلی از کارها یا از یه سری چیزا بترسی، ولی دلیل نمیشه که انجامش ندی. خب من میترسم، نمیتونم که پرواز نکنم. 7 ماه بود دعوت شدم به یه رویداد که مهم بود برای اون موقع و فکر کنین من پرواز کردم، یعنی تو پرواز برگشت که داشتم برمیگشتم خیلی هوا بارونی بود، هواپیما خیلی تکون می‌خورد
فقط میگفتم خدایا بچه‌مو نگه دار، استرس داشتم، خدا من غلط کردم دیگه هیچ جا نمیرم تا زایمان نکنم. ولی از 8:30 صبح میزدم بیرون توی همون پارتی که رفته بودم مأموریت تا 11 شب و توی بارداری چیزی جلوی من رو نگرفت. آره تا روز آخر من سر کار بودم. یادم میاد خدا رحمت کنه دکترمو، خیلی باهاش راحت بودم. مشتری بود، مشتری سالونمون بود، خیلی باهاش راحت بودم، خیلی هم دوستش داشتم، همیشه بهش فکر میکنم. تلفن زد گفتش که میای بیمارستان یا نمیای؟ ضربان قلب بچه رو باید میگرفتم. گفتم خانم دکتر چند تا مشتری دارم بذار اینا رو رد کنم یا من رفتم بیمارستان. خانم دکتر دیگه نذاش برگردم سالن و منو نگه داشتن. شب مانیتورینگ بودم، ختم بارداری زود هنگام بهم دادن. بعد سر هفته دوباره رفتی سر کار؟ 3 روز میخواستم برم ولی مامانم نذاشت. یعنی مامانم خیلی دعوا میکرد، میگفت نباید بری دیگه. نهایتا تا بعد از 1 هفته دیگه نتونستن جلوی من رو بگیرن. رفتم سر کار. چی میشنیدی؟ این خیلی جذابه اونجا، چون قطعا میخوام بگم که توی این مسیره تو آدما تیکه انداختن، آدما سرکوفت زدن، آدما نمیدونم چوب لا چرخ آدم میذارن اینجور موقع ها. بزرگترین عذاب وجدان ها رو آدمای اطرافم بهم دادن. هیچ وقت حرف بچه‌م یادم نمیره، حرف مامانم یادم نمیره که الان میخندم بهش. ولی میرفتم مأموریت، بچه‌م کوچیک بود، 6 ماهش بود، 7 ماهش بود. ما مثلا 12 روز خب تور داره میره، تور داره میگه من تا یه قاره دیگه دارم میرم، من نمیتونم کمتر از 1 هفته برگردم. 12 روز تایم این توره و توی اون تور 2 تا رویداد بود که من باید میبودمش. اولین عذاب وجدانا رو مامانم بهم میداد. این بچه‌م که زبون نداره مامان بخواد الان حرف بزنه بگی مامانم منو ول کرده رفته. یعنی من اون سر دنیا اشک میریختم ولی میرفتم. اینجوری نبود که برگردم دفعه بعدی نرم، میرفتم. بازم مامانم این حرفا میزد. یا خیلی وقتا لحظه‌ای که خیلی منتظرش بودم، مثلا توی روسیه یادم میاد باید میرفتم همون ثانیه روی استیج، قبلش باز دوباره بهم زنگ زدن بچه‌ت اینجوری شده اونجوری شده. من 3 ثانیه بعدش باید میرفتم روی استیج و این همه راه رو اومده بودم که فقط اون لحظه رو ببینم. یعنی اون لحظه فقط مهم بود و قبلش اصلا مهم نبود. گفتم خدایا یه یاری بده، چون من آدمیم که گریه نکنم ولی چشمام پر اشک میشه. میگفتم خدایا یه یاری بده من این استیجه رو برم و برگردم. تلفن رو قطع میکردم و میرفتم. میشد. امیدوارم مامان منم بشنوه اینا رو امیدوارم که همه مامانا بشنون. شاید قصدش این نبوده، قطعا قصدش این نبوده، ولی بزرگترین عذاب وجدان‌های زندگیم رو نزدیکترین آدما بهم دادن. خیلی مهمه. من این سرفصل دارم همیشه برای بچه‌ها میگم اینو، حذف کردن آدم‌های سمی از زندگی. آدمایی که انرژی منفی میدن، قور میزنن، انرژی تو میگیرن، خب یا انرژی خارن اصطلاحاً. خب ما خیلی راحت وقتی تو لایه دوست و رفیق و آشنا و پرسنل و کارمند و اینا هستیم حذف میکنیم اینا رو که اصلا باید هم حذفشون کنیم. سختی کار کجا شروع میشه؟ وقتی میرسی به لایه 1 و 2 اطرافیانت. دقیقاً. اینا آدمای حذف کردنی دیگه نیستن. اینا آدمای حذف کردنی نیستن، اما تو انتخاب میکنی از کی انرژی بگیری و کانالهای جذب انرژی تو از کی مسدود کنی. اینا آدمایی هستن که باید قرنطینه بشن. مثل همون موقع که ما کنار خانواده‌مون وقتی کرونا میگرفتن بودیم، ولی چی استفاده میکردیم؟ ولی ماسک استفاده میکردیم، شیت استفاده میکردیم. اون انتخاب خودته. آره، من انتخابم بود که کنارشون باشم، اما انتخابم هم هست که سالم بمونم. مثل الان که من انتخابم هست موفق بشم.
میتونم بگم که توی تصمیم گیریام به حرف کسی گوش ندادم. آفرین. هر پارتی که من میخواستم یه کاری انجام بدم یه سانحه اتفاق افتاده بود. سقوط هواپیما رو داشتیم، میخواستم برم روسیه، جنگ اوکراین و روسیه شروع شد. یه پارت میخواستم دوباره برم روسیه، تو خود روسیه کودتا شده بود، جنگ ایران بود. اصلا هر پارتش یه اتفاقی افتاده بود. اولین کسی که به من میگفت مامان حالا ولش کن مامانم بود. نفر بعدی. الان تو این شرایط ما برای یکی از کاری که یه پارت میخواستیم بریم فرانسه، دلار 3 تومن بود، فرداش دلار شد 17,000 تومن. الان میخوای بری؟ بازم میخوای بری این کارو میخوای بکنی؟ من زمانی که یک چیزی رو میخوام فقط همون چیز رو میخوام، نه به حرف کسی گوش میدم، نه میشنوم اصلا تو داری چی میگی این وسط. رابطت با مادر شوهرت چطوره؟ خیلی خوبه. چون الان جذاب‌تره وقتی آدم مامانش باهاش این جملاتو میگه و این رفتار رو کنه. خانواده همسرت چجوری باهات تعامل میکنن؟ مادر شوهرم رابطم خیلی باهاش خوبه، دوستش دارم خیلی زیاد. کارهایی رو برای من انجام داد که شاید هیچ کسی برام نکنه. دوست داری راجبش بیشتر صحبت کنی؟ آره قطعاً. میدونی هیچ چیزی برای یک مادر ارزشمندتر از اون آرامشی که وقتی پیش بچهش نیست یه نفر بهش بده. تنها کسی که به هم میگفت مامان برو جلو، شاید باورتون نشه، شاید هیچ کس باورش نشه، ولی مادر شوهرم هر جایی که باشم میگه مامان یه وقتی فکر نکنی الان به آرنا، یه وقتی الان به شوهرت فکر نکنی، یا مامان برو جلو. یا هستیم مثلا داریم راجع به یه موضوعی حرف میزنیم، شاید مثلا شوهرم بگه میخوای بری، اینجوری بکنه میخوای بری، مادر شوهرم چند دقیقه بعد میگه یه وقت برنامه‌تو کنسل نکنی. یا باورتون میشه؟ سخته باورش. یعنی خدا وقتی یه چیزی رو نمیده یه چیز دیگر رو خیلی خوب میده. گفتم حمایت الان از نظر روحی خیلی منو حمایت کرد، مخصوصا از لحظه‌ای که مادر بودن رو درک کردم. چون توی شرایطی که زندگی میکردم و بودم فقط به این حرفا نیاز داشتم، واقعا به هیچ چیز دیگه ای نیاز نداشتم. نه میخواستم کسی به هم پول بده، نه بهم بگه برو، نه بهم بگه نرو، نه بهم بگه این کارو بکن، این کارو کردی بهتر بود. فقط میخواستم به هم بگه خیالت راحت باشه مامان، فقط به کارت فکر کن، من اینجا هر کاری که تو فکرشو بکنی میکنم که بچت یه وقتی نبودن مادرش رو احساس نکنه. این چیزی بود که من نیاز داشتم بهش و از طرف اون گرفتمش. خدا رو شکر. واسه یه جمله بهش بگی چی میگفتی؟ میخوام بگم که اگر نبودی هیچ کدوم از این کارا رو نمیتونست. اینقدر نقشش پررنگ بود. اگه نبود هیچ کدوم از این دستاورد نبود. قصد نداری اینا که کات بدیم؟ نه. از اینجا که رفتم الان یه گل میگیرم براش میفرستم. یه وقتایی آدما باید راجع به یه چیزایی صحبت کنن تا برسن به اون چیزایی که بهشون کمک کرده تا اومدن اینجا. آره واقعا اگر اون نبود من نمیتونستم این کارو بکنم. من پرستار داشتم ولی اون حس مادرانه‌ای که یه نفر بخواد به بچه‌م بده و من همزمان کنارش رشد بکنم رو اون به من داد. اینجاست تفاوت یه بیزینسمن و یه بیزینس وومن. شاید
آقایون به این چیزا فکر نکنن. آره میفهمم. یا این مانعا رو نداشته باشن. دقیقاً شما خودتون خیلی وقتا شاید بالا سر بچه‌تون نبودین و به این چیزا فکر نکردین. شاید. خیلی جالبه که تو اولین پادکست سنا حزباوی میشینه راجع به یکی از چالش‌هاش میگه که اون چالش‌هاشو حداقل سنا من 3-4 تا از اطرافیانی که به من نزدیکن من میشنوم که این چالش‌ها رو دارن. آره. چون یه ذره حالا بریم جلوتر، یه خانواده تماما بیزینسی دارید. یه ذره راجع به اون بگو. همسر یکی از بیزینسمن‌های قوی حوزه کاری خودش، یعنی فکر کنم یکی از تاپ 10 طراحی ایرانه. بله. و برادرها و خواهرها هر کدوم بیزینس‌های خودشون. الان که اصلا دیگه نسل بعدی حزباوی‌ها هر کدوم حرف برای گفتن دارن. امیدوارم که نسل بعدیشون جوابگوی زحمات نسل قبلیشون باشه. چون من به این موضوع خیلی فکر میکنم و خب انتخاب کردیم که اینجوری باشیم. ما در حالت عادی من و همسرم هم تنها یا بچهای خواهر برادرم میشینیم حرف میزنیم، غیر از بیزینس حرفی نداریم که بزنیم. این اکوسیستم خودمون برای خودمون ساختید برای خودتون. آره من و همسرم هم که میشینیم حرف میزنیم راجع به بیزینس حرف میزنیم، نه اینکه انتخابمون اون باشه، دیگه به این سمت رفته. راجع به حالا پروژه‌ای که در آینده داریم، راجع به پلنایی که اون داره من دارم، چون 2 تا بیزینس جداگونه است که در کنار هم دیگه داره رشد میکنه. جفتش از جنس هنره، تاچ پوینت مشترک اینطوری داره، درسته؟ بله و خیلی وقت الگوی هم دیگه بودیم. خیلی وقت. یه ذره دوست داری راجعش بیشتر صحبت کنیم؟ بهش افتخار میکنم. هر آنچه رو که به دست آوردیم از هیچی به دست آوردیم. از هیچی. و الان یه پدر قویه، یه همسر قویه، یک مرد قویه. شما رو دارم 2 تا میبینم. میخوایی یه کات بدی؟ نه اوکی. بعد یه باوری وجود داره. خب مثلا من اینو گاهن میشنوم از آدمایی که خیلی شروع میگه من اگه زن نگرفته بودم الان نصف ایران مال من بود، اما اگر من تا شوهر نکرده بودم منم مثل فلانی میشدم. چقدر این رو باور داری بهش؟ چقدر اصلا راجبش شنیدی؟ حرفی داری راجبش بزنی؟ فکر میکنم تفاوت ما با بقیه آدما اینه که 2 تامون بیزینس موفق داریم. ما مرد موفق میبینیم که خانمش مثلا خانه داره، یا خانم موفق میبینیم که همسرش اون دستاوردهایی رو که شاید بقیه باید ببینن رو نداشتن، ولی ما انتخاب کردیم که این گونه زندگی کنیم. و نه، ازدواج برکت زندگیه، برای من بوده. بچه یه برکت با خودش داره. ما پتی که توی خانوادمون داریم، پت خانوادمون باز یه برکتی توی زندگیمون آورده و هر قدمی، هر تصمیمی، هر مسئولیتی که تو توی زندگی میپذیری یه برکتی رو توی زندگی جاری میکنه. این نیست که اگر من ازدواج نکرده بودم. اما به آقایون توصیه دارم از اینجا، به هر آقایی که قرار این ویدیو رو ببینه، انتخابتون این باشه که چیزی رو که برای خودتون دوست دارین برای همسرتون هم دوست داشته باشین. به صرف این که یک نفر موفق بشه، یک نفر دیگه نباید قربانی بشه. و شما الگویی هستید برای تو این موضوع. بله. برای این حرف. یک همسر و یک بانوی موفق و از اون طرف یک شوهر موفق در زندگی شخصی و 2 بیزینسمن و بیزینس‌وومن قدرتمند که هر کدوم تو حوزه خودشون قطع به یقین یکی از 5 تای اول هستن. اگر اول نباشن یکی از 5 تای اول هستن. یه قولی بده. چه قولی؟ من میخوام اینجا تشکر کنم. خب بابت اینکه عزیزی، بابت اینکه تو اولین پادکست شرکت کردی. من یه جمله رو خیلی بهش فکر کردم، خیلی اینجوری که الان بیانش میکنم نه،
من میگم آدم‌ها خیلی جسارت دارن، اولین ها خیلی جسارت دارن. این که اعتماد کردی تو این پادکست شرکت کردی برام خیلی ارزشمند بود. میخوام یه قولی بدی عزیزی سر، میخوام قول بدی تو قسمت 100 با عطا دوتایی با هم تو این پادکست شرکت کنید. خودم هم خیلی دوست دارم با عطایی با عطایی جا توی یه پادکست باشیم حتما. مرسی ازت. چیزی هست به ما جمله آخر بخوای بگی؟ مرسی از شما عزیزی، مرسی از شما. خواهش می‌کنم. مرسی از